به نام خدایی که جان فرید سخن گفتن در زبان فرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم یک عرض خواهش خود را برای شنوندگان علی قدر بیان کنم. متاسفانه امروز بسیارن بعض اون جان دختران و جان پسرانی که از ما خواهش میکنند برادر درباره عاشقی این یا آن حکایه و شعر ثبت کنین. برادران علی قدر، امروز هم میبینین که از اون عشق دو روزی که جوان ها مشغول میشوند، پدر و مادر خود را کلا فراموش کرده ایستادند. یعنی امروز ها بسیارند اون جوان هایی که امروز در شهرهای مسافری خواه در روسیه باشد ها دیگر ممالک دنیا، در اونجا با یک دختر نابکار شناس می شوند و اون مبلغی که با عرق جبین خود کار میکنند برای راضی گردانیدن اون دختر نابکار همه مبلغ خود را بیهوده صرف میکنند. برادران من، به حرمت خداوند از این راه خطا، از این کار خطا دست کشین. مقصد امید رحمت این است که اون جوانهایی که به این کار خطا میرن به اونها کمی باشد هم یک پند اندرز کنیم تا اینکه محبت خود را از اهل خانواده، از پدر و مادر، از همسر و فرزند دریغ ندارن. چون که امروز ها بسیارند اون جوانهایی که در وطن خود همسر دارند، فرزندان شیرین و شکر دارند و لیکن وقتی مسافر میشوند، یعنی به مملکت خارج می آیند، میگن هیچ کس کاری مرا نمیبیند، پدرم در وطن، مادرم در وطن، همسر و فرزندانم در وطن و از کاری من بی خبر است. ای انسان، پدر و مادر هر سحر میخیزد و در سر جای نماز نشسته میگوید پروردگارا فرزندان مرا و کل فرزندان مسافر ممالک ما را در پناه عفو خود نگه داشته، از راه خطا و از کار خطا نگه دار و برای کار رزق و روزی حلال را نصیب روزشان بگردان. لیکن فرزندی که در راه مسافر است حداقل یک مرتبه برای پدر و مادر دست دعا نمی کشاید. بر زمین با اون دعاهای مبارکی پدر و مادر بی حرمتی کرده، به کارهای حرام و به کارهای زناکاری و بی ناموسی دست میزند. انسان، خود تو از پدر و مادر اون زناکاری و اون دختربازی هایی که میکنی پنهان کرده، لیکن از خالق دنیا، از اون ذات پاکی که روزی محشر تو را حساب کتاب میکند، چه خواهی گفت و چه طور پنهان میکنی؟ تو میتونی از پدر و مادر، از فرزند و از همسر اون کارهای خطایی که میکنی پنهان کنی، لیکن خداوند در کجای نباشی تو را میبیند و از هر یک اعمال تو با خبر است. پس به حرمت خداوند ای برادران و خواهرانی که پندن در سایه بنده را گوش میکنین، از شمایان احترامانه خواهش دارم که از اون حکایه های عشقی که هیچ معنای کلی ندارند از ما خواهش نکنین. اگر یگون درد و حسرتی داشته باشین یا یگون حسی که برای شما تربیویست و میخوانه را گوش کنین، میتوانین با ما روان کنین و انشالله اگر خداوند نصیب کرده باشد، اگر اون قصه شما از دایره ادب بیرون نباشد، برای شما ثبت میکنیم. لیکن ما از قصه های عشق و عاشقی که هیچ معنی کلی ندارد دور هستیم. مقصد ما فقط پندان درس. هر یک جوان و هر یک جوان دختر باید که آر ناموس انسانی خود را نگه دارد تا اینکه در بین جامعه نام اولاد و نام خود را پست نگرداند. و البته هر یک جوان محبتی پاک خود را اولا به خدا و بعدا به رسولش و بعد به اهل خانواده خود ببخشد، اینکه به اون دخترهای نابکاری که امروزها در تمام دنیا بسیار شدند. زیرا از پشت اون دخترهای نابکار و فتنه انگیز چندین عائله های آباد و شادان خانه ویران شدند. فرزندها بی پدر، فرزندها بی مادر گشته، درد دل خود را به کی گفتن را نمیدانند. پس به حرمت خداوند ای برادران و ای خواهرانی که از پند و اندرس های بنده با خبر هستند،
به حرمت خداوند مهر و محبت خود را از اهل خانواده دریغ نداشته در شهر مسافری آر و ناموس ملی خود را و آر و ناموس انسانی خود را و آر و ناموس مسلمانی خود را از دست ندهیم. و نآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. و در آخر برادران من و خواهران اهل اسلام، اگر در وقت گفتن این عرض و خواهش خود اگر نسبت شما یگان سخنی خطایی یگان سخنی بدی گفته باشم، از شمایان احترامانه عذر میپرسم. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را به راه راست هدایت کند و عقل ما را سالم، اراده ما را قوی و ایمان ما را مستحکم کند و از راه خطا و از کار خطا در پناه عفو و عصمت خود نگه داشته پدر و مادر ما را به سر ما سایه‌بان گرداند و راحتی فرزندان دیدن را نصیب روزی گرداند. الله تبارک و تعالی یار و نگهبان و مددگار هر یک شما باد.